مخاطبین از رسانه پشت فرد ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این اولین قسمت از افشاگری ما از کلاهبرداری اساتید فیک و روانشناسان فیک و پکیج فروشا هستش که قراره که به صورت سریالی ما داخل هر قسمت به صورت مجزا راجع به یکی از این اساتید فیک، راجع به پشت پرده‌اش، نحوه‌های کلاهبرداریش، خالی کردن جیب ملت و اینکه با خالی کردن جیب ملت چجوری خودش رو پولدار میکنه و از این دست آدم‌ها میخوایم در این سلسله سریال افشاگری به این پکیج فروش ها اساتید موفقیت بپردازیم. این قسمت اول هستش و حالا چند تا از این اساتید فیک رو معرفی میکنیم، چارچوب ها رو میگم و میگم که قراره که چه افشاگری هایی بشه و در کنارش میگم که همه این افراد از چه روش مشترکی برای خالی کردن جیب ملت استفاده میکنن. خواهشاً و عاجزانه تقاضا دارم این ویدیو رو برای همه اون افرادی که گول این اساتید فیک رو دارن میخورن یا پافشاری میکنن که پکیج های میلیونی و اصطلاحاً قیمت های عجیب و غریب این افراد رو بخرن بفرستید. شاید خیلیاتون همسرتون، دوستتون یا آشناتون خیلی اصرار داره که پکیج های این افراد رو بخره و فکر میکنه، شاید هم خودتون فکر میکنید با خریدن این پکیج ها شاید بتونید ثروتمند بشید و شاید بتونید پولدار بشید، که امروز پشت پرده این افراد رو به شما خواهم گفت. البته در سلسله افشاگری های خودمون که حداقل یه سودی براتون داشته باشه، اون همین هستش که بدونید که اینها واقعا براتون سود ندارن. و از اون طرف من یک کانال تلگرامی هم درست میکنم، تمامی پکیج های این افراد رو به صورت رایگان براتون اونجا منتشر میکنم که حداقل اینا که ادعا میکنن میتونن مردم میلیاردر کنن، حداقل ما از این روش بتونیم میلیاردرشون کنیم. میخرم بهتون میدم، خیالتون راحت و استفاده کنید و حالش رو ببرید. اما پکیج فروشا و این اساتید فیک یا روانشناسان فیک یا اصطلاح عامش رویا فروش ها و کسایی که رویا و اصطلاحاً یه توهمی رو به یه عده آدم زود باور میفروشن چند دسته هستن که به تمامی این دسته ها ما توی این ویدیوها خواهیم پرداخت و ولشون نخواهیم کرد. و افرادی مثلا آدم مرادی، نمیدونم کاویانی، احمد کلاته، آدم مرادی، نمیدونم مهشید رئیسی، خیلی ها هستن که دارن پکیج فروشی میکنن و با خالی کردن جیب ملت، کاری که اینا انجام میدن از 100 تا سایت قمار و شرط بندی و چیزهای دیگه بدتر. البته شاید هم راسته اونا باشه که البته اون انجمن روانشناسان خیلی از این افراد رو که خودشون اساتید روانشناسی معرفی کرده بودن رو اومد و گفتش که اینا روانشناس نیستن. حالا مثل بزرگانی که خیلی هم میشته سرش، مثل هلاکویی و نمیدونم از اون طرف آزمندیان و دکتر انوشه و کسای دیگه که خودشون اساتید فکر میگفتن، که انجمن روانشناسان گفتن که آقا اینا اصلا روانشناس نیستن، اینا سخنرانن و خیلی خوب میتونن سخنرانی میکنن، که البته با واکنش خیلی هم روبرو شده بود. و طرفداران این افراد، که من عموما به طرفداران این افراد میگم بت پرست، چون بت پرست کسیه که بدون اینکه واقعیت رو ببینه فقط گوشه رو بسته چشمه رو باز کرده و مستقیم اون کسیه که پرستش میکنه رو مورد تحسین قرار میده و اجازه نمیده که کسی به بتش، به اون آدمی که براش عزیزه، اون آدمی که طرفدارشه، بی احترامی بکنه و اصطلاحاً بهش میگن که طرفدار شیش آتیشه اون طرف. داشتم میگفتم چند دسته میشن این اساتید فیک و این پکیج فروشا. یه دسته افرادی هستن که جدیدن هم مثل قارچ رشد کردن، خودشون رو تریدر میدونن، متخصص بازارهای جهانی ارز دیجیتال میدونن. کسانی هستن که میگن آقا ما ثروتتون رو یه شبه 100 برابر میکنیم و به شما یاد میدیم که چه ارز دیجیتالی رو بخری، چی رو بفروشی و با این کار شما ثروتمند میشی و چنین و چنان. تهش هم میان یه دونه شت کوین معرفی میکنن و میان اون شت کوین رو میکنن تو پاچه ملت، میلیونی کلاهبرداری میکنن. نمونهش علی حسنی که اومد یه دونه ارز شت کوین معرفی کرد، خیلی هم باور کردن. هر چقدر من اومدم یقه جر دادم آقا نکنید، گوله این افراد رو نخورید، اینا کلاهبردارن فلانن، هیچکی باورش نشد. فوشرم من خوردم که تو حتما
پول گرفتی اون طرف رو تخریب کنی و چنین و چنان. تهش چی شد؟ 85 میلیون دلار از مردم ایران کلاهبرداری شد در بازار ارز دیجیتالی که همین علی حسنی معرفی کرده بود تیمش که به صورت مفصل به نحوه و تکنیک کلاهبرداریشون خواهم پرداخت. یا مثلا یه شخصی به اسم آدم مرادی که حالا جلوتر تک تک به این افرادم میرسیم تو قسمت‌های مختلف، کیس نویس بوده دیگه. اینا اگه داشته باشم اینجا ویدیوشو به شما نشون بدم. حالا اینجا مثلا یه دونه کلاس گذاشته بوده و این افرادم رفتن تو ترکیه شرکت کردن. ایشون تو ترکیه کیس نویسی میکرد. حالا اینجا چند تاشون رو انتخاب کردن، آدم مرادی و چند تا دیگه تو این تصویر نیستن، ولی خب حالا 4 تاشون رو مثلا نمونه گذاشتم براتون که چپ و راستم تو فضای مجازی تبلیغ میکنن. طرف تا دیروز مثلا کیس نویس بوده تو ترکیه، کیس واسه پناهنده می نوشته، یهو دیده بازار ترید و کلاهبرداری خوبه، گو آقا بیاد ارزتون رو به من بدید 2 برابر 3 برابر میکنم، پول مردم رو گرفته به نیت اینکه سود بده. فردا هم گفته آقا ارز ریخته چیکارش بکنم و برای خودش دم و دستگاه تو آلانیا حالا جدا مفصل بهش خواهم پرداخت که حالا هر کی هم میره تو خونه‌اش، این آدم مرادیه اسمش هم خشایاره، میره طبقه منفی 1 یه دونه دفتر داره، پشتش هم میز میلیارد، کامپیوتر گذاشته و چنین و چنان، یه دونه اتاق لباس داره مثل عقده‌ای‌ها. ببینید این افراد حالا به عقده‌ای بودنشون هم میرسن. هر کی میبره تو اتاقش میگه ببینید من این لباسام شانل دارم، گوچی دارم، فلان دارم، نمیدونم ست فندک دارم، ولی 4 تا دونه فندک دارم. میخواد نمایش مثلا ثروتش رو نشون بده مثل عقده‌ای‌ها تا لنگ زورم خوابه. بعد میگه من 24 ساعت در حال پول درآوردن، در صورتی که اینا کلاهبرداری میکنن با پول ملت بدون هیچ مجوزی و چیز دیگه ای. خب پس یه دسته کلاهبردار تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال هستن که مفصل به همشون خواهیم پرداخت و مراقب این افراد باشید. حالا چند وقت دیگه من با 1-2 تا از این کسایی که حالا کار ارزهای دیجیتال میکنن مصاحبه خواهم کرد و اونها کامل توضیح خواهند داد. یه دسته دیگه اساتیدی هستن که رویا فروشی میکنن و اصطلاحاً میان میگن آقا شما میلیاردر میشی، میلیونر میشی. ابزار کارشونم برای اینکه مردم رو خر کنن به معنای واقعی کلمه نشون دادن یه دونه ماشین لاکچری یا یه خونه است. نمونهش همین مشید رئیسی که اینجوری سویچ ماشین رو میگیره نشون میده، خونهش رو نشون میده، نمیدونم ساعت رولکس نشون میده، دستبند کارتیه نشون میده، شال مثلا لویی ویتون نشون میده یا شانل نشون میده. با این ابزارهای نمایشی سعی میکنن که مردم رو خر فرض کنند و با اینها مردم رو خر کنن و بگن که ببینید شما هم میتونید مثل من اینا رو داشته باشید. خب اگه شما مردم با دیدن یک ماشین فکر میکنید که راه اون آدم درست بوده که میلیاردر شده، لطف کنید برید از صاحب نمایشگاه ماشین بپرسید. حداقل نمایشگاه ماشین خودش 100 تا ماشین داره، زمین اونجا مال خودشه، این همه ثروت داره. اون که از مشید رئیسی میلیاردرتره. خب برید از اون بپرسید چه جوری به این ثروت رسیده، رمزش چی بوده. چرا میید از این مشید رئیسی میپرسید که پکیج بکنه تو پاچتون تا دسته؟ پس این هم میشه دسته دوم. دسته سوم افرادی هستن که میان میگن که پکیج ما رو بخرید، نمیدونم میتونید از لحاظ کارآفرینی موفق باشید، ما تکنیک های ثروتمند شدن رو به صورت حرفه‌ای به شما نشون میدیم. کلاسمون هم نفری 300 میلیون تومنه و عملی تا آخرش با شما. آخه اسکل تویی که 300 میلیون داری میخوای بری بدی کلاس این، همون 300 میلیون هر جوری سرمایه گذاری کنی یه فلافلی هم بزنی میتونی درآمد داشته باشی. از 1000 نفر 300 میلیون میگیرن میشه خدا میلیارد تومن. اونی که این پول رو میده به نظر من اسکله. اصلا این ویدیو هم نفرستید برای، چون اصلا این آدم به این سن که این پول رو در آورده میخواد بده به اون آدم، اگه منم بگم بابا تو چی میفهمی، من تاثیراتشو من زندگیم دیدم این صحبت‌ها. خلاصه خیلی بالا. تبلیغات هم که تا دلتون بخواد چپ و راست تو فضای مجازی میکنن، بمبارون میکنن افراد رو با تبلیغاتشون از همون پولی که از مردم گرفته. من نکته جالب، اگه دقت کرده باشید کامنتاشون زیر تبلیغات میبندن. یعنی شرکت مثلا مایکروسافت که روبروی شرکت منه 5 متر با من فاصله داره اونور، یا مثلا شرکت ای گیم که بازیار اونم اونور خیابون دفتر منه، یا مثلا شرکت اپل یا شرکت های بزرگ، فرض کنید مثلا اینا میرن تبلیغات میدن به شبکه‌های اجتماعی، کامنتشون رو ببندن.
خب این نشون میده که اینا یه ریگی تو کفششونه دیگه. اما شاید یه عدتون بگید بابا زر نزن، عملی به ما نشون بده. این چرت و پرته چیه؟ الان به شما مثلا این چهره کاویانی که خودش هم گذاشته دکتر و اینا، من نمیدونم ایشون برو همون کار خود میگی من دکترم. ببینید اینا انقدر بازار پکیج فروشی و دل و دزدی و کلا گذاشتن مردم بهشون مزه میده و پولش بیشتره که حاضر اصلا نره کار دکتری انجام بده و اصلا درس دکتریشو ول کرده. ببینید چقدر درآمدشون از دکترا بیشتره که افتادن تو پکیج فروشی و دل و دزدی کردن. البته پرانتز هم باز کنم که اصولا پکیج فروختن و آموزش دادن کار اشتباهی نیست، ولی رویا فروختن کار اشتباهیه. شما میتونید مثلا آموزش کسب درآمد از اینستاگرام رو بذاری. خب یه پلتفرمی که دست همه هست، رویا هم نیست، واقعیت طرف دسترسی داره به اینستاگرام، میتونه سریع یاد بگیره و بره جلو. من با اونش مشکل ندارم که شما بتونی یک حرکتی بزنی که کمک بکنه به درآمد مردم، ولی رویا فروختن که تو فکر کن میلیاردر میشی و میلیاردر بشی، این خودش در اصطلاحاً کلاهبرداریه. بعدش هم اینا رفتن همین اساتید فکر یه 4 تا کتاب روانشناسی اساتید روانشناسی رو خوندن و همونا رو دارن واسه یه عده کپی پیست میکنن. یعنی تویی که انقدر اسکل باشی بری 7 میلیون 8 میلیون بدی پکیج اینو بخری، برو 50,000 تومان بده کتاب آنتونی رابینز رو بگیر، کتابای موفقیت افراد مختلف رو بخر و بخون. اسکل تویی که 50,000 تومان نمیدی کتاب بخری، انقدر واژه اسکلی میگم چون واقعا یه عده همینن، واقعا یه عده همینن. تویی که 50,000 تومان نمیدی و بری یه کتاب بخری، محکوم به اینی که 9 میلیون تومان اینا بکنن تو پاچت تا دسته. اما خب خوشحالم که یه عده عاقلم هم میفهم. حالا چی میگن تو این پکیجاشون؟ خب یعنی ببینید حرفی که یه بچه کودکستانی هم میتونه بگم، ببین ورتر تصویر سنترشه، حرفی که یه بچه کودکستانی میتونه بزنه اینا توی پکیجاشون میگن. نمونهش این آقای کاویانیه، ببینید چی میگه. بعضی به ما پیام میدن میگن من یه ایده ای دارم 10 میلیون سرمایه اولیه میخواد، این 10 میلیون رو ندارم چجوری باید جور کنم؟ خب خیلی واضحه، از آسمان این 10 میلیون رو به تو نمیدن، کسی هم بدیهیاً دلش به حالت نمیسوزه که بیاد 10 میلیون بهت بده. پس باید چیکار کنی؟ اون 10 میلیون رو جمع کنی که کارتو شروع کنی. باید یه فعالیتی انجام بدی که یه حقوقی بهت بدن، یه بخشیشو نگه داری برای خودت تا بشه 10 میلیون. این رمزشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. بله، یعنی شما فکر کنید طرف میاد میگه باید پس انداز بکنی. بابا هر ببعی هم گوسفندم نه، هر ببعی هم میدونه که آقا شما باید پس انداز بکنی، بعد پول داشته باشی. بعد میاد همین جملاتو توی قالب پکیج 5 میلیونی و 10 میلیونی و 20 میلیونی میکنه تو پاچه شما. شما یعنی خودت نمیدونی بعد پس انداز بکنی؟ خب این نیاز به آموزش داره. خب اینا هر کسی میدونه. برای همینه من هرس میخورم میگم آقا یه مش اسکل میرن. ببین چی آموزش میده؟ میگه بعد پس خب نه من نمیدونستم، فکر میکنم بعد بریم بدیم مثلا پول رو در بیاریم. خب معلومه بعد کار بکنی. خب اینا همه میدونن دیگه، این چه نیازی به آموزش داره؟ خب حالا بعدی میگه کاراتو چک لیست کن، یعنی برنامه ریزی بکن. آقا شما به یه بچه سوم ابتدایی هم بگی برای اینکه کارات خوب پیش بره بعد چی کار بکنی؟ میگه بعد کارت نظم داشته باشه، برای کارت بعد برنامه ریزی بکنی. اینا همه میدونن. بعد میگه که کاراتو چک لیست بعد درست بکنی براش، اینو به عنوان یک پکیج میلیونی کرده تو پاچه ملت. خب ببین چی میگه. سعی کنید تا حد امکان برای کارهای روزانه‌تون و برای کسب و کارتون چک لیست تهیه کنید. چک لیست چیه؟ لیستی از اقداماتی که من مشخص میکنم و در ازای انجامشون اینو باید تیک بزنم. خدایا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. این واقعا خسته شد. خب آقا اینا همه میدونن باید چک لیست داشته باشی. این راز میلیاردر شدن چی؟ ببین اینا رو به عنوان راز بهتون میگن ها. راز یعنی یه چیزی که هیچکی نمیدونه و فقط این استاد موفقیت میدونه و با این راز میلیاردر شده.
میگه باید برنامه‌ریزی بکنید، باید چک لیست داشته باشید، باید پسنداز. خب این عمه منم میدونه. خب یا مثلا این احمد کلاته، خب ببینید که چه جمله میگه، با چه جمله‌ای همین آدمی که پکیج میکنه تو پاچه ملت چی میگه؟ بچه‌ها مخاطب هدفتون رو پیدا بکنین میلیاردر میشین. نه بابا، چه جمله سنگینی. میگه مخاطب هدفتو پیدا کنی میلیاردر میشی. خب اینو سکینه سبزی فروش هم بدونه و میدونه میلیاردره. یعنی سکینه سبزی فروش هم میدونه آقا مخاطب هدفش باید بیاد سبزی بخره. یعنی اینا رو من بشینم براتون آنالیز بکنم کرکوپرتون میریزه. یکی دیگه مثلا یکی دیگه. پس باید کاری رو انجام بدین که دیگران الان انجام نمیدن تا بتونیم به درآمدهایی برسیم که دیگران نمیتونن به اون درآمدها برسن. احسن. یعنی اگه یه کسی رستوران داشت شما هم بری رستوران بزنی میلیاردر نمیشی. یه کسی فلافلی داشت شما بری فلافلی بزنی میلیاردر نمیشی. یه کسی لامبورگینی فروشی داشت شما هم بری لامبورگینی فروشی بزنی میلیاردر نمیشی. حالا مثلا لامبورگینی طبعا میلیاردر باشه که بزنی. یه کسی یه دونه سوپرمارکتی زد و با اون سوپرمارکتی کم کم رو پیشرفت کرد شما بری اون کارو بکنی میلیاردر. شعر و هست صحبتشون هم با میدونید چرا؟ چون رفتن یه سری جملات کتابا رو حفظ کردن، درکم ندارن روی این جملات. خب فکر میکنن هر چی که تو اون کتاب نوشته درسته، نمیدونه که اون کتابه 3 تا کتاب قبلترش یه توضیحاتی داده که تو این کتاب سومیه راجع به اون موضوع داره بحث میکنه. اسکلن دیگه. یک کتاب بریم آدم مرادی رو ببینیم ایشون چی میگه، چه چیزی رو میکنه تو پاچه ملت. من هدف بزرگ دارم، میخوام به پول برسم. پول رو کائنات به کی میده؟ قانون جذب. کی کار میکنه؟ موقعی که من یه خدمتی واسش بکنم، مفید باشم واسش. کیا مفیدن؟ کسایی که دارن میجنگن، کسایی که بزرگتر فکر میکنن. سعید وفایی از من یه سوال خیلی باحالی پرسید. گفت اگر 100 میلیون داشتی چیکار میکردی؟ گفتم خب هیچ کاری نمیکردم، 4000 دلار اینجا پول نیست. گفت اگر 1 میلیارد داشتی چیکار میکردی؟ گفتم والا مثلا ممکن بود ماشینمو مثلا بی ام رو بفروشم، مثلا چه میدونم مازراتی بخرم. خیلی ریز و سوسکی گفت من بی ام و دارم. بعدش هم این که تویی که بلد نیستی با 100 میلیون تومان درآمدزایی بکنی، پس بذار سر کوزه و سرش آبشو بخور. عزیز من اون کسایی که اینجا نشستن اگه 1 میلیون دلار پول داشته باشن، خب نمیان بشینن تو طرفه تو اسکل گوش بدن که بلدن خودشون سرمایه گذاری بکنن. اگه کسی هم 1 میلیون دلار پول داره و بلد نیست سرمایه گذاری بکنه، اون دیگه به نظر من یه تست هوش و یه تست چیزای دیگه بعد حتما بده. ببین یه تیکی از صحبت و اینا بود. حالا مهشید رئیس این قسمت رو من به صورت کلی راجع به این افراد گفتم. تو قسمت بعدی حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. من سریالی هر کدومو راجبشون طولانی 10 دقیقه 20 دقیقه هر چقدر کشش داشته باشه راجب اشتراکاشون صحبت بکنیم. تخصصی ازشون، از افشاگریاشون خواهم، از پشت پرده هاشون افشاگری خواهم کرد، از ویدیوهاشون صحبت خواهم کرد و بهتون میگم که اینا چه شعر و ورایی به مردم تحویل میدن. پول تبلیغات این افراد رو نخورید و الکی هم نرید کلاساشون رو شرکت کنید. من ویدیو همین کلاساشون رو دارم، همه اینا هم دارم براتون منتشر میکنم. کانال تلگرامی منو این زیر عضو بشید داخلش، توش یه دونه کانال معرفی میکنم و اونجا پکیجا رو میذارم مفت و مجانی استفاده بکنید. الکی نرید پکیجا اینا رو بخرید و فکر کنن که خیلی زرنگن و میتونن سر مردم رو کلا بذارن. من خودم کارمای این آدم ها و یه کاری میکنم که این آدم ها یادشون بره دیگه کلاهبرداری بکنن، جیب ملت خالی بکنن. افراد دیگه هم هستن مثل ماهان تیموری و کسای دیگه، حالا خیلی هن که اونها رو من تو طول این قسمتایی که راجع به افشاگری پکیج فروش ها هستش و رویا فروش ها و اساتید روانشناسی فکر راجبشون افشاگری خواهم کرد و راجبشون به مرور صحبت خواهم کرد تو قسمت‌های بعدی و کلاهبرداری هایی که میکنن در قالب ترید کردن، فروش ارزهای دیجیتال، در قالب فروختن پکیج و رقم های عجیب و غریبی از مردم کلاهبرداری میکنن که سرتون سوت میکشه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده سابسکرایب کنید که بتونید قسمت‌های بعدی ببینید. قسمت اول بود، تازه شروع بود، کم کم داریم گرم میشیم و جلوتر خدمت این اساتید فکر خواهیم رسید.